برای اولین بار با پرداخت 30% واحد آماده تحویل خریداری کنید. داشتم برای مشتریم دنبال یه واحد آماده با اقساط پس از تحویل میگشتم که این پروژه رو دیدم و گفتم برای شما هم بذارمش. همونطور که میدونید بازار املاک دبی خیلی داغه و پیدا کردن واحدایی که اقساط پس از تحویل دارن اونم با قیمت مناسب کار سختیه. از آشپزخونه شروع کنیم. یخچال، ماشین ظرفشویی و حتی ماشین لباسشویی رو هم داره. این واحد فول فرنیشه و فقط کافیه که چمدونتون رو بردارید و بیاید داخلش. واحدایی که توی این پروژه داریم استودیو، 1 خوابه، 2 خوابه و حتی 3 خوابه های دوبلکس هستن که با شروع قیمت 800,000 درهم و 3 خوابه های دوبلکس تا 4 میلیون درهم قیمتشونه. پیشنهاد من به شما اینه که اگر میخواید اقساط پس از تحویلش رو با اجاره دادن پرداخت بکنید، واحدای کوچیک‌تر و با قیمت مناسب‌تر رو بخرید که آرای بیشتری هم برای شما داشته باشن. جدافم یکی از منطقه هاییه که الان هم قیمت ها مناسبه هم رو به پیشرفته. دسترسیش هم به داونتاون و دوبای کریک و بیزنس بی خیلی راحته. تو خود جدافم ایستگاه مترو داریم. یعنی به نظر من با این وضعیت اجاره ها که خیلی بالا و هر روز بیشتر میشه، فرصت خوبیه برای اینکه یه ملکی رو بخرید، 30% رو پرداخت بکنید، کلید واحدتون هم تحویل بگیرید و مابقیش رو طی 2 سال و 6 ماه پرداخت بکنید. اینجوری خیالتون راحته که تو دبی خونه دارید و حتی اقامت ملکی هم میتونید داشته باشید. چون که به ملکای بالای 750,000 درهم اقامت 2 ساله و به املاک بالای 2 میلیون درهم اقامت 10 ساله طلایی میدن. درسته که املاک پیش خرید قیمت‌های مناسب تری دارن، ولی برای اون دسته از عزیزانی که دنبال خرید ملک آماده با اقساط پس از تحویل کلیدن، یا برای اون کسایی که دنبال یه واحد آماده هستن که بخوان توی زندگی بکنن و اجاره ندن، واقعاً فرصت خوبیه. چون قیمت این پروژه تقریباً 20% از املاکی که توی جدافن و اقساط پس از تحویل کلید دارن پایین تره و خب یه گزینه خیلی خوبی میتونه برای شما باشه.